عزیز، چهارراه پروانه 2 یک از چهارراهی مشهور و محبوب شهر کابل است که از نظر نقطه‌ای که قرار دارم بسیار یک جای مهم است. در چند بخش کابل به هم وصل میکنه که یک طرفش از برکی میایه. برای این نقشه بسیار خوش میاد دوستان عزیز. این نقشه افغانستان واقعا را دوست دارم. حالا خو یک ذره خونه شده، وقتای اول که نصب کرده بودن بسیار زیبا بود. باز بغلش یک عید مبارک یا رمضان مبارک هر کلامش که بود نصب میشد و بسیار دوستان عزیز یک چیز زیبا معلوم میشد. این چهارراهی هم دوستان عزیز جمله چهارراهی سرسبز شهر کابل است. حال دیگه فعلا فصل خزان است و مو خاطر دوستان عزیز خشک شده کم کم. او طرف دوستان از گل فروشی های زیادم از بین کو طرف سرک بگذاریم و گل فروشی ها رو سلام و درود نصار تمام شما عزیزان. انشالله که خوب و صحتمند باشین دوستان نهایت گرامی. دوستان عزیز ما دیگه در چهارراهی پروانه 2 شهر کابل هستیم. قصد داریم از چهارراهی پروانه 2 شهر کابل دیدن داشته باشیم. دوستان عزیز چهارراهی پروانه 2 یک از چهارراهی مشهور و محبوب شهر کابل است که از نظر نقطه‌ای که قرار دارم بسیار یک جای مهم است. در چند بخش کابل به هم وصل میکنه که یک طرفش از برکی میایه، طرف دومش از طرف چهارراهی گل سرخ، دیگه طرفش میایه از پروانه 3 شهر کابل و همچنان دیگه طرفش میایه دوستان از طرف کارتی پروان شهر کابل. کالما تمام شد دانه به دانه برتان نشان میتم. اینی هتل که میبینین دوستان عزیز یکی از هتل‌های قدیمی است دیگه. اون قسمی که هوایش معلوم است حتی شبش تغییر نداده و اسمش هم هست قلب آسیا دیگه. نمی پروانه 2 موقعیت داره. البته دوستان ما سرکی که طرف پروانه 2 رفته میریم، سرکی است که طرف برکی میره و یا از برکی میایه دیگه. همین سرک از دوستان عزیز و در سرکی دوستان عزیز حال پیشه بریم براتون نشان میتم. میریم از پیاده روهای چهارراهی دیگه دوستان عزیز. حالا چهارراهی رو میبینیم و البته دوستان عزیز یک چیز دیگه هم نگفتم نمانم. پهنتون کاردان که از جمله محبوب ترین، مشهورترین و با اعتبار ترین پهنتون افغانستان هست، در این بخش کابل موقعیت داره و اونجا اگر اون دوستان عزیز کم کم ببینین اونمو ساختمانی که شیشه های آبی داره در نبش دست راست من پهنتون کاردان هست. سرک به طرف تر بریم دوستان عزیز با چهارراهی آسان‌تر دسترسی داشته باشیم. این سرک دوستان عزیز میره طرف چهارراهی گل سرخ و اینی هم دوستان عزیز خود پروانه 2 شهر کابل چهارراهیش. بریم در پیاده روی چهارراهی متحد نیست. برای این نقشه بسیار خوش میاد دوستان عزیز. این نقشه افغانستان واقعا را دوست دارم. حالا خو یک ذره خونه شده، وقتای اول که نصب کرده بودن بسیار زیبا بود. باز بغلش یک عید مبارک یا رمضان مبارک هر کلامش که بود نصب میشد و بسیار دوستان عزیز یک چیز زیبا معلوم میشد. این چهارراهی هم دوستان عزیز جمله چهارراهی سرسبز شهر کابل است. حال دیگه فعلا فصل خزان است و مو خاطر دوستان عزیز خشک شده کم کم، اما سبزایش بازم از دیگه جاها کرده بلندتر هست و چند دانه گل هم از دوستان عزیز که از آهن ساخته شده، نماده گل از دیگه و همچنان یک آهن دیگه هم است، باز استقلال نوشته شده. واقعا از جمله چهارراهی های زیبا و عالی شهر کابل از دوستان عزیز
چند وقت اینجا گروپ های چراغان هم نصب کرده بودن، از گروپ هایی که دوستان عزیز چراغان میسازه این طرف را و ناگفتن همانه که باز او خراب میشه دوستان عزیز. هر چند وقت نیاز به تعویض داره، به خاطر که اینجا خاک است، تفت است و خلاصه و هوای آزاد است دوستان عزیز. یک وقت یک قسم میباشه، یک قسم باران میباشه، برف میباشه، دیگه او میسوزن، باز او تبدیل میشه. اونجا دوستان عزیز لیسی و لیخوستی کاردان است و او طرفش هم بلاک های توین تاور هست و این طرف هم پهنتون کاردانه که براتون گفتم. این پهنتون کاردان هست. این سرک دوستان عزیز میره طرف پروان سیوم شهر کابل و اون طرف هم دوستان عزیز مربوط کارته پروان شهر کابل میشه. از کارته پروان دو و او طرف هم پروان سه، دیگه پروان اولو، پروان دوی، پروان سیوم او طرف تر. از سرک دوستان عزیز بگذاریم، متوجه باشیم که کدام موتر نزنیم ما را. با همتونم کم کم دیگه اون شاگرداش میاید، تایم شروع شده. او طرف دوستان از گل فروشی های زیاد هم از بین کو طرف سرک بگذاریم و گل فروشی ها رو ببینیم کم کم. اگر در این ویدیو کور شد دوستان عزیز، نشد منتظر ویدیوی پروان سیوم شهر کابل باشین که نشر میشه و گل فروشی ها رو دو ببینیم دوستان عزیز. اون طرف هم گل فروشی هست در نبش چهار راهی، همونه که ما گذاشتیم. حال دوباره بریم دیگه، جنجال است. سرک هم موتر نیست، بگذاریم. فروشی از دوستان عزیز و توین تاور کنه دیگه در تصویر میبینین خودتان. خب دوستان گرامی، امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه تانه به الله پاک و بی‌نیاز می سپارم. روزگار خوب خوش داشته باشین و زندگیتان پر از شادی و هیجان باشه. تا ویدیو بعدی همه تانه به الله متعال می سپارم. شب و روزتان خوش.